Цитата. «Тем более странно, когда в некоторых странах считают возможным вмешиваться в конфликты, которые способны обернуться многими тысячами жертв. Такие методы трудно назвать легитимными». Конец цитаты. «Россия и США уже никогда не будут врагами», заявил в то же время президент России. «При всех разногласиях я считаю президента США своим другом. Это порядочный человек, и с ним можно говорить и договариваться», подчеркнул Владимир Путин. Когда он говорит, что «я исхожу из того, что Россия и США уже никогда не будут противниками и врагами», я с ним согласен. امسال در دهه فجر بخشی از دستاوردهای فناوری و علمی دانشمندان رو شما دیدید در پیشگیری و درمان بیماری مهلک ایدز. اونها بیماری را تولید کردند، اونها پایه ایجاد این بیماری بودند، اما ملت عزیز ایران، ملت بشردوست ایران، ملت مؤمن ایران داروی اون رو میسازد و در اختیار بشریت قرار میدهد. ما به اونها گفتیم اگر شما طرفدار گفتگو هستید چه اصراری بر تعلیق دارید؟ اگر ما تعلیق بکنیم دیگه راجع به چی میخوایم با هم گفتگو بکنیم؟ چرا کارخانجات تولید سوخت شما در گستره هرچه تمامتر و به طور شبانه روزی مشغول کار باشد، اما ملت ایران که در آغاز راه است باید کار خودش رو تعطیل بکند؟ ما گفتیم که آماده گفتگو هستیم، اما گفتگو در شرایط عادلانه، در شرایط برابر، نه اینکه کارخانه های شما شبانه روز کار بکند ما متوقف بشویم و پشت در اتاقهای شما حق خودمان را التماس بکنیم. ملت ایران چنین ذلتی را هرگز نخواهد پذیرفت. سال گذشته بر حق خود پافشاری کردید و امروز آمدید به فضل الهی این حق مسلم را تثبیت کردید و دشمنان را مأیوس و گرد یأس و پشیمانی را بر چهره اونها پاشیدید و این جشن بزرگ هسته‌ای ملت ایران است. اونها بدانند شکست خورده اند، ملت ایران ایستاده است، رهبری عزیز ایستاده است و دولت خادم ملت ایستاده است. بدانند در این سرزمین احدی حق ندارد سر سوزنی از حقوق ملت ایران عقب نشینی کند و هر کس در ذهنش، در کلامش و در عملش سر سوزنی کرنش، سازش و کوتاهی در حق ملت ایران مشاهده بشود، دنیا بداند که اون کس منفورترین انسانها نزد ملت ایران خواهد بود. این مرگ بر آمریکایی که مردم ما میگوین، این مثل همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است که در اول هر سوره قرآن که شما میخواهید بخوانید قبل از بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگید. برای چیست؟ برای اینکه انسان مؤمن یک لحظه حضور شیطان را فراموش نکنه، یک لحظه از یاد نبرد که شیطان آماده حمله به او و انهدام حصار معنوی و ایمانی اوست. این مرگ بر آمریکا برای همینه.
نیروی توانمند هوایی سپاه پاسداران امروز با پرتاب 10 موشک شهاب 2 و 3 ذوالفقار 73 فاتح 110 زد3 و زلزال که حاصل تجربه ارزشمند چندین ساله متخصصان دفاعی کشور و دانشمندان صنایع هوافضای وزارت دفاع است، در کنار سایر نیروها توانست گام محکم دیگری در تقویت توان دفاعی و بازدارندگی کشور بردارد. قابلیت‌های قد ما ذكر في مجلة نيويورك في مبالغة كثيرة، في حين ما أنكر أن في احتمالات لمواجهة عسكرية في نهاية المطاف، ولكن في هذه المرحلة ما أعتقد أن هذا الخيار يكون الخيار الأول لأي طرف، يعني لا للطرف الإيراني ولا للطرف الأمريكي. فهذه المرحلة سيكون كواليس الدبلوماسية واللوبيات والمفاوضات التي نستمع بها، هذا يكون أعتقد الخيار الأول لكل الطرفين. ولكن إذا وقع أي مواجهة عسكرية أعتقد أن إيران ليس له عنده أي خيار آخر غير الرد، وإسرائيل يكون الهدف الأول له. We have sent hundreds of weapons inspectors to oversee the disarmament of Iraq. Our good faith has not been returned. Peaceful efforts to disarm the Iraqi regime have failed again and again because we are not dealing with peaceful men. Before the day of horror can come,